بیخبر بود. یکی خوابه، بهش میگه خوابی، میگه این علامت چیه؟ تا وقتی ادعای خواب بودن میکنه نشان از اینه که چیه؟ خوابونه که اگر داد بزنی صداش در نیاد، خودش هم متوجه خواب بودن خودش نیست، این خوابه. متواضع کیه؟ کسی که خودش متوجه تواضعش نیست. عرض کردم یه سر ما بین بنده، یه رابطه بسیار لطیف ما بین بنده و خدا که خود فرد متواضع متوجه این رفتارش نیست، ولی اینو میکنه. و این مال دله، این مال گردن نیست. یه وقتی گردنمون کج میکنیم، یه وقتی فلان و احساس میکنیم متواضع شدیم. نه، این مال دله. لذا مولانا میگه قصه فرعون خوندی نه؟ اما خاطر جمع نباش که این فرعونیت در تو نیست. اون تکبر، اون خودبینی، اون خودخواهی و خودپسندی در تو نیست. چرا؟ نفس تو اینم داره. حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی بانی دعوت تبلیغ بودن، یکی از ملفوظاتشون اینه، میفرمند تا آخرین لحظه حیات بر این نفس مطمئن نشوید. این نفس رو مرکز و کانون همه شرارت ها، بدی ها و همه ناپاکی ها و پلیدی ها بدونید و تا آخرین لحظه زندگیتون بر این نفس مطمئن نشید. حس نکنید من دیگه حالا خوب شدم. اتفاقا لحظه‌ای که احساس کنی خوب شدی و نفستو تبرئه کنی، از اون لحظه سراشیبی زوال شروع میشه. مولانا میگه آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. اما این اژدهای نفسانیت فعلا تو چاهه، مخفیه. چطور تو چاهه؟ یه مدتی با یه صالحی ارتباط برقرار میکنی، این ارتباط با یه صالح، ارتباط با یه فرد نیک، ارتباط با یه جلسه دینی، یه مدت تشکیل شدنها مثلا، اینو باعث میشه اژدهات ته چاه بره، مخفی بشه، دیده نشه، ولی هست. هر آن ممکن از این چاه در بیاد باز بگه من. حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی میگه این برنجا که داخل دیگ میندازی، اول اینا قل میزنم، میپرم بالا میپرم پایین، قل سر صدا، اظهار وجود، منم هستم، منم ببینید، منم فلانم. هرچی اینا جا میفتن، هرچی اینا دم میکشن، هرچی اینا خوب میشن، به همون نسبت آروم میشه. موقعی که آشپز دید از اینا صدایی بلند نیست، الان قلقل و سر صدا و بپر و اظهار وجود توشون نیست، بعد میگه کم کم غذا داره ساخته میشه، جا میفتی. بعد حالا اصلا صدا ازش در نمیاد، اما حالا بو داره، حالا داره بوش میگه جا افتاد. حالا سر دیگو بر میداری، انقدر تا افتادن که اصلا کسی حاضر نیست بگه ما هستیم. اون کفگیره رو میزنی بهشون، بازم میگه ما نیستیم، برو سراغ غیر ما. حالا درست شد. از اون لحظه ای که این نفس بپر داره، منم هستم، منم میکنم، منم فلانم، آی منم ببینید، آی منم خوبم، آی به خدا منم فلانم، از اون لحظه این نشانی چیه؟ این بگید این هنوز ناقصه، این هنوز وجودی نداره. یکی آمد پیش حضرت مفتی رشید احمد گنگویی رحمت الله تعالی استاد مولانا الیاس، گفت آمدم باتون تعلق اصلاحی برقرار کنم، اصلاح بشم. مولانا توی فناییتی بود، یه آهی کشید، گفت که والله من هیچی ندارم. این بنده خدا آدم سادلوی دهاتی بود که خودش قسم میخوره، میگه من هیچی ندارم، ما اومدیم پیشین. رفت تو را یکی دیگه اونو دید که خودش آدم عارفی بود و خودش آدم اهل فناییتی بود. گفت چی شد تو که رفتی با مولانا تعلق اصلاحی برقرار کنی؟ بابا رفتم، خودش قسم میخوره، میگه والله من چی نیستم، با من برم از این چی بخوام.
بگو جناب همینی که مگه من هیچم همین همه چیزه گویانش هیچی شد باز قسمم داره میخوره. یکی قدر باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. اینا قطره ای هستن که دریا دیدن، وقتی پهنای دریا میبینن قسم میخورن که حقا من نیستم. اینا قطره هایی هستن که دریای وجود دیدن، در مقابل اون عظمت، در مقابل اون بزرگی، در مقابل اون کبریایی و عظمتی که دلهاشون از خدا مشاهده کرده، اون توفیق، اون کشش، اون جذب نهان الهی رو مشاهده کردن، اونو که دیدن میگن حقا که من نیستم.